بالاخره فرزانه ناز سلیم شاهین را پدر خواند. دلیل این کارهای فرزانه ناز چیست؟ لایف جدید فرزانه ناز با سلیم شاهین که اصلا باورتان نخواهد شد. فرزانه ناز در کدام کشور زندگی می کند و دلیل دوری وی از هنر موسیقی و آوازخوانی چی بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان با شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. فرزانه ناز هنرمند خوش صدای افغان یکی از چهره‌های مشهور صفحات مجازی بالخصوص تیک تاک بوده است. فرزانه ناز کارهای هنری بیشماری برای دوستداران و علاقه‌مندان هنرش در سن نوجوانی انجام داد. فرزانه ناز علاقه فراوانی داشت که در سینمای افغانستان نقش بازی کند. وی بعد از نقش بازی کردن با سلیم شاهین در 2 فیلم افغانی نتوانست موفق شود و درآمد خوبی داشته باشد. بنابراین فرزانه ناز هنر موسیقی را انتخاب کرد و سفری به کشور پاکستان داشت. در آنجا با کمک هنرمندان پاکستانی چندین آهنگ پشتو ثبت کرد که آهنگ‌های فرزانه ناز در مدت بسیار کوتاهی وی را به اوج شهرت رساند. فرزانه ناز از ولایت زیبای بغلان بوده است. وی در همانجا بزرگ شده بود اما به خاطر کارهای هنریش به کابل آمد. فرزانه سفرهای بیشماری به کشورهای آسیایی داشت. وی بعد از رفتنش به کشور هندوستان کاملا از راه هنر موسیقی دوری کشید و رابطه سینماییش با سلیم شاهین از هم پاشید. اکنون فرزانه ناز در کشور دبی زندگی می کند و در آنجا همه روزه در صفحات مجازی بالخصوص تیک تاک لایف می آید و با دیگر چهره‌های مشهور افغان گیم بازی می کند. در تازه ترین لایفش که با سلیم شاهین داشته است، فرزانه سلیم شاهین را پدر خوانده و از سلیم شاهین بابت تمام حرف‌های بعدش پوزش خواسته است. ولی هر کس خودش می‌داند و زندگی شخصیش. من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای تمام جوانان کشور بود. از بارگاه عزت الله خواهانم. دوستان و همراهان همیشگیم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران فرزانه ناز به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای هر یک از شما خوبان از بارگاه عزت الله خواهانم. تا درودی دیگر امیدتان را به الله منان سپرده موفق و کامگار باشید.